اصلا امکان نداره چه من میشه تو این غذای حتما یه چی ریخته بودن صابون تو بردار مشتی نه خودم خوابیدم نه اعضای بدنم میگم گوشتم خیلی ناشیرین شد ما برم یه جای تو نباشی هر جا رفتم این بود تا من اینجا چیکار کنی؟ بشرط نشده معلم اومدم نون بگیرم بربری فردا با هم دیگه صبحونه بخوریم اومدم همون دیگه میگم تو هم دیشب خواب بد دیدی؟ خواب تو بد دیدی؟ من خواب خوب دیدم بهش بودم ها صفا یعنی من از دیشب لوله ما تو این یه چیزی بود واقعا عجب متاعی بود من حال کردم هنوز میزونم کلت داغ شده؟ داغ تو هر چی بخوری هر کار کنی کلت داغ میشه خدایا ببینی آخر پیدی چی بلای سرمان آمده کجا گیر افتادی با کیا هم نشین شدی ژیلتو کی میخواد؟ من فقط 10 بار ازش استفاده کردم. خفه شو میگم اون حمید شربتی نیست؟ آره حمیده. آیا حمید شما هم اینجایی؟ هر کی از غذای دیشب خورده اینجاست. میگم اگه غذا رو به وقتش نخوریم فردا باید دوششو بگیریم. خودتونم بعدا میفهمن اینجا چی گفتم. همچی امشب تو زندگیم نداشتم با اونی که